نگه هم داشتی دیگه. آره بابا نگه داشتم. آخه داره میلرزه من میافتم. نه وای حمید چه خونه زندگی به هم زدی بابا. باری کلا خوشم اومد. داداش میشه سر زندگی ما بکشی بیرون؟ باشه داداش الان میام. عینان داره حمید تو خونتون. سلام حسن آقا خیلی چاکرم. داداش کم پیدایی نیستی؟ چیه؟ حمید این شوهر عمت ها دست چکت پیدا کرده داره برگای چکتو میشمونه میره به همه فامیلتون میگه تو دست چک داری. دارم اذیت میشم سر تو از زندگی من بکش بیرون فضول. باشه بذار یه دقیقه دیگه میام. حمید ماشاءالله خوب پس انداز میکنه. حمید دهنت سرویس حمید دهنت سرویس. من 2 روز پیش مهمون داشتم گفتم 2 ساعت فرشتو به من قرض بده گفتی ندارم. خودت از این فرش مدرنای خارجی داری؟ آره دارم. فرشم داره. آره از این خارجیاش هم دارم. تازه میتونی بندازی تو ماشین لباسشویی هم بشوری. مبارکت از دانشگاه گرفتم تا بسوزی. نمیسوزم حمید این چیزم رو تختی و پتو هم داره. من 2 تا میخوام برام میگیری. آره تختی پتوی خارجی هم داره. تن شرکتی به صورت قانونی جنس خارجی وارد میکنه. دوست نداشتم بدم آقا مگه زوره. خیلی جنسش خوبه حمید مبارکت باشه داداش. نه خوشم اومد خوب پس انداز کردی. باری کلا تو بیا بیرون به تو هم میخرم بیا. باشه بابا ندید پدید میام بیرون. ما که بخیل نیستیم که اصلا کور بشه هر کس نمیبینه زندگی تو. حمید کور شده حمید همه جا تاریک شده. ماشاءالله آقا حمید ماشاءالله عالی بود. تو خجالت نمیکشی همه سر تو زندگی ماه؟ بابا چرا ناراحت میشی؟ ما مثلا فامیلی ما. خب بیا تو کلتو بکن تو زندگی ما. بیا دیگه بیا داداش. بیشور